وقتی که نبی جان نزدم آمد و نه که نبی جان، بعضی بچه‌هایی که نزد من مثلا من آمدم و گفتن که بسیار می‌خوایم که در فیلم ما بند باشه. من همین چیزی که گفتم اول این چیز بود که یک کاری کنم که نام همین بدی خدا یک باره با بد نفهم، احتیاطکار شدم. لیکن اون بچه‌هایی که وقتی میگفتن که ما با مبلغ خودمون فیلم آفرین، راستی من در این امکاناتی که امروز هست، در این شرایطی که امروز من در حیرت میموندم و من هرچی کوشش میکردم که دیگر فکری بدی و نیکی رو نمیکردم، هرچی کوشش میکردم با اونا کمک کنم و میگفتم نوشتان بود چگونه ممکن در این وقت در این زمانه با مبلغ خود فیلم آفرین. خب اون آوازه هایی که درباره فیلم هست، خب درباره کدام فیلم که آوازه نیست؟ اگر هرچی هست پس هست که آوازه هست و نمیشد از واقعیت بود. خب نبی جان جوان است، نبی جان از کار اولش بود، خب از اشتباه و از خطا نمیشد بیدور شد. خب و بعد وقتی که ما اینو دیدیم ما خودمون هم گفتیم، من خودم نبی جان چند بار گفتم، نبی جان خیلی گفت ها خب این تجربه اول بود، بعدا نافهمی ها بود، بعضا آدم پای شوق و ذوق میرود و بعد فکر نمیکنه که اون که فیلم آفرین چی میشه. بعضا هممون جواب میدیم، میدونیم شما که جوان داره میدونید که ما بیشتر جوان ها پس شوق و ذوق هم نسبت به ما اول گپ میکنیم کار میکنیم بعدا چی، چون شوق جوانی رو در جوش است. هرچی آوازه‌ای که هست واقعیت دارد تا جایی. تماما وای فیلم ندیدم، من تو حاضر ندیدم و فیلم و من یک چیز میگویم، هست موضوعی که در تمام جا همین پرابلم در همه جا هست، در تاجیکستان هست، در ازبکستان هست، در هندوستان هست، در روسیه هست. میدونید اگر ما از این جهت فکر کنیم نباشد همین شکسپیر باید تئاتر گلوبوس ماندو پیسه های شکسپیر مثل ریچارد، ماکبت، گاملت، رومئو و جولیت دیگه اون کس باید نمونه. این موضوع است، موضوع خانوادگی، موضوع مادر، پسر، کلین، دختر، همه چیزمو در زندگی خودمون داریم. من اون فیلم ازبکی ندیدم راستی. من گمان نمیکنم که اون فیلم با این فیلم یک به یک باشد. من فکر نمیکنم که هنرپیشه‌ای که در اونجا اگر همسایه بازی کرده باشد و مثل زلفیه صادق و در فیلم عروس زمانوی بازی کرده، ولی به طرز خود بازی کرد، من به طرز خود بازی کردم، ولی موضوع یک است. خوب شاید یک خطش کمی یک جایه باشد، ولی هست شاخه‌هایی که این پسر به طرز خود کرد. ما هنرپیشه‌هایی که جمع اومدیم اکای عبدالمومن، ماکس بود اونجا، رحمت شاه، مهرانگیز حسن و ما هر کدوم به طور خود رو بازی کردیم. اگر تاجیکستان از ازبکستان دوزید، ازبکستان از بالیوود دوزید، بالیوود از هالیوود دوزید، هالیوود من نمیدونم شاید از ژاپنیا دوزید، شاید ژاپن‌ها از منگولو دوزیدم. وقتی که نبی جان آمد او میخواست همچون شاگرد در نزد من ایستاد، چون یک دوسته کاری ما با نبی جان داشتیم که کلیپایی که کار کرده بودیم این پسری ما رو باز میکرد و وقتی که نبی جان با من مراجعت کردن گفتن اپا جان من فیلم گرفتنی هستم و میخواستم در شما با من همچون استاد کار کنید، مهارت اکتوری آموزید. گفتم باشد چی فیلم است؟ سناریو با من پیشنهاد کرد. گفتم خوب هنرمندای تو که هستم. وقتی که هنرمندای او رو شنیدم من در حیرت موندم. گفتم که اگر خواهی که فیلمت خوب برآید تو باید با هنرمندان کسبی پروفسیونالی کار کنی، نه اینکه آنی که مثال آن هنرمندایی هستن که در مسحکه خیلی زیاد هستن همچون خندیم کمان، لحظه های گوارای و غریب شو کمپانی و این چیزها رو گفتم اگر اونا رو دعوت کنی دون که فیلمی تو در سطح پس میبرید. و وقتی که نبی جان که خیر چیکار کنیم من گفتم خوب بیا ششته ما با تو پدباری هنرمندا رو میکنیم کاستینگ یعنی کاستینگ با کدام معنا من خواندم گفتم من این هنرمند با این نقش موافق این هنرمند با این نقش لیکن گفتم اویدی مبلغ خدا با اونها هم صحبت شد با این من کار ندارم. خب فکر میکنم نبی از اون کاری کردگیش هم پشیمان نیست چون میگویند که ما کمی باشدم یک فرصت پیش پوشیدگی هستیم در این جوده
ва дар кино ҳам каме ҳам бошад кор кардаги ҳастем ва медонем ки кадом ҳунарманд ба чӣ қодир аст аз рӯи ҳунари худаш. ва вақте ки арӯси замонавӣ баромад ва бисёр гапҳо шуд ки ана шумо филми ӯзбекистонро дӯст дид, ин нодуруст аст. ва медонед як чӣ гуфтани ҳастам, асос ки мардум ба дили мардум ин филм шишт ва мардум худаш талаб кард арӯси замонавӣ дуро. Набошад дар фикри наби аввалан ин набуд. Ин умедам надошт ки арӯси замонавиаш бо чунин гӯем агар нуфузи баланд қабул карда мешавад. Ҳастанд, бале, зиёиёе ҳастанд ки бо ин розӣ нестанд. Зиёиёе ҳастанд ки унҷа таҳқири тоҷико рафта истодааст, ин рафта. Вале як чизро бубинед, вақте ки мо мегӯем таҳқири тоҷик, дар чӣ буд дар ин филм таҳқири тоҷик духтар? Дар чӣ буд? Ман алал хусус барои худам дидам ки арӯси замонавӣ дар мо чунин арӯсҳо хеле зиёд ҳастанд. Сада медорван зиндагӣ мекунанд. Бале, дар мо арӯсҳо чунин арӯсҳо хеле зиёд шуда истоданд ва вале гӯем агар анъанаю ақидаҳои тоҷикиро намедонам. Мо бояд омӯзонем, мо бояд тарбия кунем, мо бояд нишон диҳем ки духтари тоҷик бояд чунин рафтор